the President of the United States of America, President Donald Trump. شریکان و رقیبان ایالات متحده آمریکا قراری پرزیدنت دونالد ترامپ درباره خارجشوی این کشور از سازش مبارزه با تغییرات اقلیم معروف با نام سازش پاریس را محکوم کردند. رهبران فرانسه، آلمان و ایتالیا در یک اظهارات مشترک قراری ترامپ را تأسف آور خواندند، ولی قاطعانه تاکید کردند که سازشنامه امضا شده در سال 2015 بازنگری نمی شود. رهبران سه کشور از ممالک دیگر دعوت کردند که سرعت اجرایش سندهای سازش پاریس را افزایش دهند. پرزیدنت فرانسه امانوئل ماکرون بعد صحبت تلفنی با پرزیدنت آمریکا گفت: من به قرار پرزیدنت ایالات متحده آمریکا درباره بیرونشوی کشورش از سازش پاریس احترام قائل هستم. متاسفم و به عقیده من با نظرداشت منفعت کشور و مردم آمریکا و همچنان سرنوشت من بعده سیاره ما قبول این قرار خطا است. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه یکم ایون اعلام کرد که ایالات متحده از سازش مبارزه با تغییر اقلیم بیرون می شود. سازش پاریس نمونه آخرین ورود واشنگتن به سازش‌هایی میباشد که خلاف منفعت ایالات متحده آمریکا و به نفع کشورهای دیگر میباشد. این سازش کارگران آمریکا را که من آنها را دوست می‌دارم و همچنین مردم اندازه‌سپارنده را وادار می‌کند که قیمت این سازش را پردازند، از جایهای کارشان محروم شوند، معاش آنها کمتر و کارخانه هایشان بسته شوند و تولید محصولات اقتصادی پایین رود. بیرون بردن آمریکا از سازش پاریس از جمله وعده‌های انتخاباتی دونالد ترامپ بود. این سازش تاریخی پس از حدود 2 هفته مذاکرات سخت روز 12 دکبر سال 2015 به دست آمد. بر پایه این توافق همه کشورها موظف شدند که تولید گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهند. همچنین میزان افزایش گرمی زمین تا سال 2100 باید زیر 2 درجه باقی بماند.